سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. با ادامه مبحث جلسه گذشته در خدمتتون هستم و قرار شد که به این تگ اچوانمون که محتوای وب سافت داخلش قرار گرفته استایل بدیم. خب چه استایل هایی نیاز داریم بهش بدیم؟ میتونیم رنگش رو عوض بکنیم، میتونیم مثلا بگیم وسط قرار بگیره، میتونیم سایز فونتش رو کم و زیاد بکنیم. و نکته که وجود داره دوستان، یه سری استایل های پیش‌فرضی هم داره این تگ اچوان که میتونیم اونها رو کنترل بکنیم. مثلا خودش اندازه فونتش رو یه عددی گذاشته که خود مرورگر اینها رو در نظر میگیره. که اینها رو با هم دیگه آشنا میشیم. خب در ابتدای کار من میخوام رنگش رو عوض بکنم. استایل رنگ متن توی CSS با کالر مشخص میشه. من کالر رو مینویسم مثل روالی که یاد گرفتیم، دو نقطه و کد رنگ رو اینجا مشخص میکنم. خب کد رنگ که من مشخص میکنم میخوام رنگ سفید باشه. من کد سفید رو میدونم شارپ FFF هستش. حالا شما نمیخواد حتما حفظش بکنید، ولی خب در ادامه خودش میره توی ذهنتون و حالا یادتون باشه که FFF سفید رو برمیگردونه. من اینو ذخیره میکنم، بریم ببینیم مرورگر رو رنگش سفید شده. خب در ادامه من میخوام که این تکست هم بیاد وسط قرار بگیره، نره سمت چپ وایسه. خب برای اینکه جایگاه تکست هم رو مشخص بکنم از استایل تکست داش الاین استفاده میکنم. انتخابش میکنم و طبق معمول میتونم بهش لفت بدم بره سمت چپ، یا رایت بدم بره سمت راست به این شکل، یا اینکه سنتر بدم بیاد وسط قرار بگیره. سنتر رو من انتخاب میکنم. آخرش هم فراموش نکنید دوستان سیمیکالن ذخیره میکنم، یه بار دیگه رفرش میکنم. خب میخوام سایز فونتش رو عوض بکنم، میام اینجا از خصوصیت فونت سایز استفاده میکنم. دوستان CSS خوبیش اینه که خیلی به زبان محاوره نزدیکه. البته زبان محاوره انگلیسی دیگه. مثلا فونت سایز مشخصه، سایز فونت سایز دو نقطه، اینا بر حسب پیکسل مشخص میشه. مثلا من میتونم بگم که 30 پیکسل باشه. وقتی میخوام بر حسب پیکسل مقدار بدم، آخرش PX رو هم حتما باید بذارم. خب ذخیره میکنم، یه بار دیگه رفرش میکنم ببینیم. خب حالا فعلا برای این تا همینت کافیه. بریم یه دایو دیگه هم بسازیم با یه کلاس دیگه. من میام توی این قسمت بعد از این دیو کلاس تاپم میام اینجا یه دایو دیگه ایجاد میکنم و بهش یه کلاس میدم دیگه. شما بلد هستید نحوه کلاس دهی رو. کلاس رو مینویسم مساوی دبل کوتیشن و اینجا اسم کلاس رو مثلا میذارم باکس. دلخواه است دیگه، من هر اسمی که خواستم میتونم بذارم. خب اسلش دایو رو هم میبندم این شکل و میام توی استایلم توی این قسمت میگم کلاس باکس من این استایل ها رو داشته باشه. خب یه عرض براش مشخص میکنم. ویدوش رو مثلا میگم فعلا باشه 600 پیکسل. یه ارتفاع هم براش مشخص بکنم. ارتفاعش هم مثلا میگم باشه 200 پیکسل. و یه بک‌گراندش رو هم میام مثلا اون سایت فلت یو آی کالر از اینجا یکی از این بک‌گراندها رو انتخاب میکنم. مثلا این که خیلی کم رنگه، این یکی رو به این شکل. خب ذخیره میکنم، بریم ببینیم خروجی رو. باکس من توی این قسمت به این شکل ایجاد شده. فقط یه نکته ای، من میخوام این باکس من الان چسبیده به باکس بالایی، به باکس سبز رنگ چسبیده. من میخوام از بالای خورده فاصله بگیره، از سمت چپ هم یه خورده فاصله بگیره. اینها رو چجوری کنترل بکنم؟ ببینید ما توی استایل ها یه استایل داریم تحت عنوان مارجین، به این شکل نوشته میشه. این مارجین فاصله بیرونی المان رو کنترل میکنه. این باکسی که من اینجا دارم میخوام از بیرون فاصله داشته باشه، از بالا فاصله داشته باشه، از سمت چپ فاصله داشته باشه، پایین فاصله داشته باشه، راست فاصله داشته باشه. چجوری این کارو انجام بدم؟ ببینید من میتونم یک مقدار یا دو مقدار یا سه مقدار و یا 4 مقدار به این استایل مارجینم بدم، براش در نظر بگیرم بر حسب پیکسل. مثلا من اینجا میگم که به طور مثال 50 پیکسل. این چیکار میکنه؟ وقتی من یک مقدار به مارجین میدم، این 50 پیکسل رو برای 4 طرف در نظر میگیره. من میتونم این 4 زل داره دیگه، از بالا راست پایین چپ هم میتونم فاصله در نظر بگیرم. وقتی یک مقدار میدم، این یک مقدار رو برای 4 طرف در نظر میگیره. الان اگر من رفرش کنم چه اتفاقی میفته؟ این باکس من از سمت بالا، از سمت چپ، از پایین که فاصله زیاد مشخص نمیشه، چیز دیده نمیشه، و از سمت راست هم که به همین حالت هستش 50 پیکسل فاصله گرفته. دوستان یک ابزار رو الان خدمتتون معرفی میکنم با نام اینسپکت المنت که خیلی کاربرد داره و همیشه ازش استفاده میکنید. ببینید من روی این المانم، روی المان مورد نظرم راست کلیک میکنم. توی همین مرورگرام هستا. راست کلیک میکنم، گزینه اینسپکت المنت رو کلیک میکنم. اینجا در واقع کدهای HTML و سمت راست کدهای CSS این المان رو به من میده. کلا سند HTML هم کل کدای HTML که نوشتم رو توی این قسمت به من نشون میده که من میتونم آنلاین اینا رو ویرایش بکنم، و سمت راست هم CSS ها و استایل های مربوط به المان انتخابی که من الان باکس رو انتخاب کردم، استایل های مربوط به کلاس باکس رو من نشون میده. میبینید الان اینجا مثلا گفته کلاس باکس شما یه وید 600 پیکسلی داره، یه هیت 200 پیکسلی داره، یک بک‌گراند داره که من میتونم حتی رنگ رو اینجا عوضم بکنم، حتی تغییر بدم. بعد مثلا یه مارجین 50 پیکسلی داره. فقط نکته‌ای که هست من میتونم این رو تغییر بدم، ولی این تغییرات من با رفرش صفحه از بین میره. طبیعی هم هست دیگه، من این کدها رو که داخل فایلم نیاوردم ذخیره بکنم.
یعنی این بیشتر برای این کاربرد داره که من اینجا میام استایل های مورد نظر خودمو مینویسم، به طرح دلخواهم که رسیدم، بعد اون استایل ها رو از اینجا کپی میکنم میارم توی در واقع فایلم ذخیره میکنم که اونها رو دیگه ذخیره داشته باشم، دیگه با رفرش کردن از بین نره. درست شد؟ از این به بعد دیگه از این ابزار اینسپکت المنت خیلی استفاده میکنیم. خب الان این فاصله بیرونی رو خواستم بهتون نشون بدم. ببینید من هاور که میشم روی این دیو کلاس باکس، دقت بکنید هاور که میشم یه هایلایت زرد رنگی دورش میکشه. اون هایلایت زرد رنگه در واقع مارجین این المان هستش. میبینید؟ بذارید من اینو کم و زیادش بکنم. وقتی روش کلیک بکنم میتونم ویرایشش بکنم. اینجا هم کلیک بکنم میتونم در واقع یه استایل دیگه‌ای براش بنویسم تو این قسمت. من میام همین مارجین رو روی مقدارش کلیک میکنم به حالت ویرایش که در اومد، با جهت بالا و پایین کم و زیادش میکنم، بیشتر یا کمترش میکنم. بیشترش میکنم ببینید این فاصله بیشتر میشه. اون هایلایت زرد رنگه بیشتر میشه. این به این معنیه که فاصله بیرونی از 4 طرف هی داره بیشتر میشه. درست شد؟ خب این در واقع مقدار رو من میتونم یک مقدار در نظر نگیرم. اگر دو تا مقدار بدم به چه معنیه؟ اگر دو تا مقدار بدم، مقدار اول رو برای فاصله بالا و پایین در نظر میگیره، مقدار دوم رو برای در واقع فاصله سمت چپ و راست در نظر میگیره. الان با این چیزی که من نوشتم چه اتفاقی میفته؟ این باکس من از سمت بالا و پایین 50 پیکسل و از سمت چپ و راست 20 پیکسل فاصله میگیره. میبینید؟ من اینسپکت المنت هم دوباره بکنم، کاور میشم روش، ببینید اون هایلایت زرد رنگ رو از سمت چپ و راست کمتره، 20 پیکسل، از بالا و پایین 50 پیکسله. درست شد؟ پس من وقتی دو مقدار بدم به این معنیه. اگر سه مقدار بدم به چه معنیه؟ اگر سه مقدار بدم، مقدار اول رو برای سمت بالا در نظر میگیره، مقدار دوم رو برای سمت چپ و راست در نظر میگیره، مقدار سوم رو هم برای سمت پایین در نظر میگیره. البته سه مقدار خیلی حالا مورد استفاده قرار نمیگیره. معمولا اگر بخوایم یا دو مقدار استفاده میکنیم یا تک مقدار یا 4 مقداره. سه مقدار شاید خورده گیج کننده باشه، اصلا بی خیالش باشید، در نظر نگیریدش. 4 مقدارش رو بهتون میگم. 4 مقدار وقتی بدم بر حسب در واقع مثل عقربه‌های ساعت، مقدار اول از سمت بالا در نظر گرفته میشه، فاصله از سمت بالا. مقدار دوم فاصله از سمت راست. مقدار سوم فاصله از سمت پایین، اینو مثلا من میگم 100 پیکسل. و مقدار چهارم هم فاصله از سمت چپ برام در نظر میگیره، اینا مثلا میگم 200 پیکسل. اینو من ذخیره میکنم، بریم توی مرورگر ببینیم. میبینید الان از هاور که میشم، ببینید از سمت بالا 50 پیکسل گرفته، اینجا هم نوشته. از سمت راست 20 پیکسل، از سمت پایین 100 پیکسل و از سمت چپ که هایلایتش بیشتره 200 پیکسل فاصله گرفته. پس مارجین رو ما برای این استفاده میکنیم، خوب درکش کنید، به این شکل هستش. خب حالا من فعلا این رو میگم که از بالا فقط فاصله بگیره و ضمن این که اگر من فقط به یک سمت احتیاج داشته باشم در واقع فاصله براش در نظر بگیرم، میتونم به این شکل عمل بکنم. میتونم بعد از مارجین علامت دش بذارم و بگم تاپ، دو نقطه مقدارش رو در نظر بگیرم، مشخص بکنم به این شکل، مثلا 10 پیکسل. اینجا دیگه بیشتر از یه مقدارم بیشتر نمیتونم بدم، چون یک حالت رو بیشتر انتخاب نکردم. مارجین تاپ یا مارجین رایت یا مارجین باتم به این شکل نوشته میشه، یعنی پایین، یا مارجین لفت. درست شد؟ پس مارجین فاصله از طرفین میتونم به این حالت مشخص بکنم که از کدوم سمت میخوام در واقع فاصله در نظر بگیرم. اگرم به طور کلی خواستم در نظر بگیرم که مارجین خالی رو می‌نویسم به این شکل. خب حالا به طور کلی کاری ندارم، من میخوام از سمت بالا 10 پیکسل فاصله بگیره به این شکل که نچسبه به اون باکس سبز رنگ بالایی. حالا اجازه بدید که من اینو بیام ویدش رو 100% در نظر بگیرم، بگم ارزش 100% ارز مرورگر باشه، ارتفاعش هم همون 200 پیکسل باشه و بقیه مواردم سر جاشون باشن، به این شکل من اینو داشته باشم. حالا میخوام این باکس رو دو تا باکس دیگه هم داخلش ایجاد بکنم، یکی برای سمت راست و یکی هم برای سمت چپ، داخل اونا محتوا بنویسم. ببینیم چه جوری میشه. خب میام توی HTML هم داخل دیو کلاس باکس، اینجا اینو بازش میکنم، میخوام داخلش بنویسم دیگه. اینو بازش میکنم، میام اینجا یه تب میزنم که بیام داخلش خانایی کدام بهتر بشه، یه دایو ایجاد میکنم، اسم کلاس رو اینجا مشخص میکنم، میگم کلاس مثلا رایت، میذارم اسم کلاسش رو رایت باشه، دلخواه هست دیگه، فرقی نمیکنه من چه اسمی براش در نظر بگیرم. خب میذارم رایت باشه. حالا میام توی CSS هم. خب حالا من چجوری بهش استایل بدم دوستان؟ اینجا بیام بگم کلاس رایت، میتونم این کارو بکنم، میتونم اینجا بیام بگم کلاس رایت. خب فقط دوستان نکته‌ای که وجود داره، یه چیزی، یه نکته مهم در مورد کلاس‌ها بهتون بگم، دقت بکنید. من میتونم این کلاس رایت رو به 10 تا یا هر چند تا المان دیگه هم نسبت بدم. میتونم مثلا 10 تا دایو دیگه داشته باشم که اونام کلاس رایت رو داشته باشن. هیچ محدودیتی وجود نداره که این کلاس رایت فقط مختص همین باشه. من میتونم اینجا مثلا 10 تا دایو دیگه هم داشته باشم، همشون کلاس رایت رو داشته باشن. درست شد؟ خب
حالا اگه من اینجا بگم کلاس رایت من مثلا این استایل رو داشته باشه، من هر چی کلاس رایت داشته باشم توی صفحه‌ام همشون این استایلایی که اینجا می‌نویسم رو در واقع به خودشون میگیرن و براشون اعمال میشه. اما من اگر بیام اینجا به طور دیگه بنویسم، بگم آقا من یک کلاسی دارم تحت عنوان باکس اینجا و داخل کلاس باکس هم کلاسی تحت عنوان رایت وجود داره، مثل همین حالتی که برای H1 در نظر گرفتیم. تفاوتش اینه که ما اینجا مستقیما به خود المان اشاره کردیم، از کلاس استفاده نکردیم، ولی اینجا هم میگیم که کلاس رایتی که داخل کلاس باکس وجود داره. درست شد؟ وقتی اینجوری می‌نویسیم فقط دیگه من در واقع به اون استایل بدم، فقط به کلاس رایتی که داخل کلاس باکس وجود داره استایل میده، نه به هر کلاس رایتی که توی هر المان دیگه وجود داشته باشه. گرفتین شو؟ خب پس من به این شکلی اون انتخابش میکنم و میگم که حالا چه استایلی داشته باشه. اینم براش در نظر میگیرم. یه وید براش در نظر میگیرم. میگم ویدش دوستان درصدی مشخص بکنم یا پیکسلی. دوستان من میخوام نصف عرض این باکس مادرش رو بگیره. بهتره که معمولا تا جایی که میتونیم و راه داره درصدی مشخص بکنیم. من اینجا میگم که مثلا 48%. خب 48% عرض بگیره. ارتفاع چقدر بگیره؟ هیت به این شکل مشخص میکنم. ارتفاعش هم مثلا میگم حالا ارتفاع عرض مادرش 200 پیکسل، اینو مثلا میگم 150 پیکسل یا 120 پیکسل فاصله ارتفاع داشته باشه. ببخشید فاصله بگیره نه، ارتفاع داشته باشه. بعد بک‌گراندش چی باشه؟ بک‌گراندش رو مشخص میکنم. 2 نقطه میام یه رنگی از همین سایت فلت کالر استفاده میکنم، مثلا همین رنگ تیره رو، توسی تیره رو انتخاب میکنم به این شکل. البته خوبه، همین خوبه. خب همینو من ذخیره میکنم. بریم ببینیم خروجی توی مرورگر به چه شکل شده. به این حالته. خب اجازه بدید که من یه خورده ارتفاع رو بیشتر بکنم، بگم 150 پیکسل باشه و حالا کاری که من میخوام انجام بدم، این در واقع باکس من میخوام بیاد سمت راست قرار بگیره. یه استایل جدید میخواید یاد بگیرید. برای اینکه بیاد سمت راست قرار بگیره، من میتونم اینجا بیام یک استایلی تحت عنوان فلوت براش در نظر بگیرم. دوستان این استایل فلوت یکی از مهمترین استایلایی که خیلی جاهای دیگه هم به منظورهای دیگه استفاده میشه که در ادامه بهتون توضیح میدم. اینجا میگم فلوت، هم میتونه رایت باشه، هم میتونه لفت باشه. من رایت براش در نظر میگیرم که این بیاد سمت راست قرار بگیره. درست شد؟ به این شکل اومد سمت راست، چون پیش فرضش انگلیسیه دیگه، میره سمت چپ، گفتم بیا سمت راست. حالا نکته‌ای که الان وجود داره من میخوام براش اعمال بکنم اینه که میخوام این در واقع باکس توسی پررنگ نچسبه به باکس مادرش. میخوام از بالای خورده فاصله بگیره، یه خورده مشخص‌تر باشه که این توسی پررنگ داخل اینه. چیکار بکنم؟ مارجین بهش بدم از بالا فاصله بگیره. بله میتونم هم مارجین براش در نظر بگیرم. حالا اجازه بدید مارجین براش در نظر بگیرم. یه چیز دیگه هم باز بعدش بهتون یاد بدم. میگم آقا مارجین بگیره مثلا 20 پیکسل از 4 طرف فاصله بگیره. بریم ببینیم. از بالا راست پایین چپ هم 20 پیکسل فاصله گرفت. الان دیگه کاملا مشخصه که توسی پررنگ داخل توسی کم رنگ است. بریم من یه المان دیگه هم اضافه بکنم اینجا. از همین دیو کلاس رایتی که داشتم من یه کپی دیگه ایجاد میکنم. دیو کلاس لفت، این بار اسم کلاسش رو میذارم لفت باشه. الان اینجا واضحه چه اتفاقی افتاده دیگه. من یه دیو کلاس کلی دارم با نام باکس که داخل این یک دیو کلاس رایت و یک دیو کلاس لفت وجود دارن. رایتش که استایلشو دادم، لفتش هم الان میریم با هم دیگه استایلشو در نظر میگیریم. خب چجوری بهش دسترسی پیدا بکنم؟ گفتم من میتونم اینجا بگم دیو کلاس باکسی دارم که داخل دیو کلاس باکس یک کلاسی تحت عنوان لفت وجود داره که میخوام به این استایل بدم. همین استایلایی که برای رایت در نظر گرفتم میتونم برای اینا بنویسم. مثلا بگم ویدش به طور مثال اینم 48% باشه، بعد یه ارتفاع هم براش در نظر بگیرم، بگم هیتش هم مثلا باشه 150 پیکسل، مثل همون دیگه. بعد خدمتتون که عرض بکنم بک‌گراندش هم در نظر بگیرم، بک‌گراندش هم این رنگی باشه، همون رنگ، و فلوت هم بهش بدم، بگم فلوتش بیاد این بار سمت چپ باشه و یک مارجین هم براش در نظر بگیرم. دوستان الان اینو من ذخیره میکنم، بریم ببینیم. خب میبینیم که افتاده پایین. چرا افتاده پایین؟ چون کنار این جا نگرفته. آقا مگه ما اینو 48% نگفتیم باشه؟ 48% ارز مادرش دیگه. خب پس 52% دیگه این براش خالی میمونه. خب اینم که ما دادیم 48%، پس 4% هنوز خالی میمونه، درسته؟ ولی ما 20 پیکسل این باکس از سمت چپ فاصله گرفته، این یکی هم 20 پیکسل از سمت راست فاصله گرفته و به خاطر همین جا نشدن کنار هم. من اگر اینو بکنم مثلا 47%، اینم بکنم 47%، یه خورده فضا در واقع اندازه اینو کوچیک‌تر میشه، فضا بیشتر میشه، کنار هم دیگه میتونن جا بگیرن. دوباره من رفرش میکنم، همونطوری که میبینید کنار هم دیگه قرار گرفتن. من اینسپکت المنت میزنم، ببینید این فاصله که از سمت راست از هم دیگه در واقع گرفته بودن باعث شد که ببینید این باعث شد که کنار هم دیگه جا نگیرن و این وسط رو دقت بکنید، اون هایلایت زرد رنگه فاصله است بینشون دیگه. خب حالا
دوستان من میتونستم اینجا به این دوتا مارجین ندم، خب مارجین رو پاک بکنم، مارجین رو پاک بکنم. بعد چه اتفاقی میفته؟ الان چسبیده به بالا. بیام به این باکس اصلیه، این توسی کم رنگه، یک خصوصیتی تحت عنوان پدینگ بدم. پدینگ چی کار میکنه؟ پدینگ هم مثل همون در واقع مارجینه، با این تفاوت که مارجین فاصله بیرونی رو کنترل میکنه، پدینگ فاصله داخلی اون باکس رو کنترل میکنه. یعنی مثلا اگر من بیام اینجا به این باکس دیو کلاس باکس خودم اینجا بیام بگم که مثلا من یه پدینگی میخوام داشته باشه، نحوه استفادهش هم دقیقاً مثل همون مارجین ها، یعنی از چهار طرف من میتونم پدینگ رو کنترل بکنم. اگر یک مقدار بدم برای چهار طرف در نظر میگیره، چهار مقدار بدم تک به تک در نظر میگیره. به این شکل استفاده بکنم مثلا پدینگ اختصاصا میگم تاپ از بالا در نظر میگیره و این همون مارجینی که بهتون توضیح دادم. من میگم از چهار طرف 20 پیکسل فاصله بگیره، یعنی فاصله داخلی براش ایجاد بشه. الان چه اتفاقی میفته؟ این المان هایی که داخلش وجود دارن، حالا دقت بکنید، ببینید از بالا دیگه این المان ها دیگه اجازه ندارن به مرز 20 پیکسلی دایو مادرشون نزدیک بشن، فاصله گرفتن، هم از چپ هم از بالا هم از پایین که الان فاصله زیاد دیده نمیشه و هم از سمت راست به این شکل اضافه شد. فقط اینجا یه مشکلی که به وجود اومده، این پدینگی که از سمت راست اضافه کرده اومده اون رو مقدارش رو در واقع به عرض باکس اصلی اضافه کرده. ما عرض رو گفتیم 100% رو بگیره دیگه، اون پدینگ رو آورده به عرضش اضافه کرده. برای اینکه اتفاق نیفته من میتونم بیام اینجا بگم که از یه استایل استفاده بکنم تحت عنوان باکس داش سایزینگ. سایزینگ به این شکل نوشته میشه و این رو مقدارش رو برابر با بوردر داش باکس قرار بدم. خب اینو من ذخیره میکنم، یه بار دیگه بریم ببینیم. میبینید که دیگه اون مشکل به وجود نیومده و پدینگ هم به درستی رعایت شده. فقط این استایل جدیدی که من دادم این باید برای تمام المان ها در نظر گرفته بشه و خیلی هم نمیخواد الان درگیرش بشید. فقط یه نکته خیلی مهمی که وجود داره بحث خنثی کردن استایل های پیشفرض مرورگر هستش که گاهی اوقات اختلال ایجاد میکنه توی استایل های ما، که یه نمونهش هم همین بحث باکس سایزینگ هستش که توی جلسه بعد هم بحث خنثی سازی در واقع استایل های پیشفرض مرورگر رو خدمتتون عرض میکنم و هم ادامه کار با هم دیگه پیش میبریم. همراهمون باشید تا جلسه بعدی.